وقتی از حج برگشت کلاً تغییر کرده بود. الله صداشو واسه ما بالا میبره و این کلماتو میگه: داخل شید بندگانم. بنابراین این آیات به دلم میشینه. این آیات به دلم میشینه و خیلی دوستش دارم، واسه اینکه آرزو دارم این کلماتو از الله بشنوم، بچه هامو پدر و مادرم هم بشنوم انشالله. بارالله، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله، نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا، نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض. نوازنده‌ای مشهور و معروف، خداوند او را به وسیله آیات کوتاهی که همه روزه تلاوت می‌کنیم هدایت کرده است. این آیات تمام زندگی او را تغییر داده و او با کمال سعادت زندگی با قرآن را آغاز کرده است. او رحیم جان است که در لندن با او دیدار کردم و از من در خانه اش پذیرایی کرد. اسم من رحیم جانه. اینجا تو لندن به دنیا اومدم، در واقع چند صد متر اون طرفتر از اینجا. تمام زندگیمو تو لندن گذروندم. پدرم در سال 1940 از هندوستان به اینجا هجرت کرد. پدرم در اصل عرب بوده، از سرزمین حجاز اومده اینجا. مادرم هم ایرلندیه. پدر و مادرم اینجا تو لندن با هم دیگه آشنا شدن. مادرم یه ایرلندی کاتولیکه و اینگونه ما در خانواده‌ای آزاد پرورش یافتیم. از هیچ دینی هم پیروی نمی‌کردیم. در واقع ما دین مشخصی نداشتیم که از اون پیروی کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم شیخ. چطورید؟ خوبید؟ خدا رو شکر. الحمدلله. خوش اومدی. سلامت باشید. خیلی خوش اومدی. متشکرم. بسیار متشکرم. بفرمایید. برادرم رحیم، خیلی ممنونم. ماشاءالله به این خونه زیبا و بچه‌های مؤدب. امیدوارم که الله براتون حفظشون کنه و واسطون خیر باشن. میتونم بپرسم چند سالتونه و چند تا فرزند دارید؟ الان 42 سال دارم و تقریبا 18 یا 19 سال پیش ازدواج کردم. من الحمدلله 5 فرزند دارم. الحمدلله. رحیم موسیقی رو خیلی دوست داشت، طوری که محو موسیقی بود. بعد از پایان تحصیلات با اینکه خانواده‌اش مخالف بودن، مشغول کار در زمینه موسیقی شد. رحیم فروشندگی آلات موسیقی رو از یک مغازه کوچیک شروع میکنه و طوری پیشرفت میکنه که با معروفترین استودیوهای جهان همکاری میکنه. تو یکی از معروفترین استودیوهای ضبط موسیقی دنیا کار کردم، استودیوی ضبط موسیقی موتان. در استودیوی ضبط و پخش موتان وارد دنیای دیگه ای شدم. افرادی که با اونا ملاقات کردم و کسایی که با اونا کار میکردم و همچنین با هنرمندایی چون استیوی واندر کار کردم. اون از بزرگترین هنرمندای جهان در دنیای موسیقی و پخش و ضبطه. من با گروهی بودم که مراسم 48مین سالگرد استیوی واندر رو ترتیب داد و آلبومش به نام جنگل فیور رو منتشر کردیم. در واقع کارهای فردی زیادی انجام دادم و برای اون جوایز محصولات دارای بالاترین فروش رو از آن خودم کردم و در نتیجه کاپ الماس و پلاتینو دریافت کردم. رحیم در خانه‌ای پرورش یافت و بزرگ شد که به هیچ دینی پایبند نبودن. وقتی ازش پرسیدم که قبل از اسلام چه دینی داشت، گفت هیچ کس ما رو برای پذیرفتن دین مشخصی تحت فشار قرار نداد و اینطوری من و برادر خواهرام همه ما دور از اسلام بودیم و هیچ دین و آیینی نداشتیم.
وقتی بزرگ شدمم دین مشخصی نداشتم. مسیحی هم نبودم. مادرم مسیحی بود ولی من مثل مادرم نبودم و توی زندگیم اسلامم وجود نداشت. در حقیقت تنها دیانتی که من در اون موقع داشتم قبل از هر چیزی موسیقی بود. متاسفانه احوال بسیاری از جوانان مسلمان در حال حاضر اینگونه است. غرق در موسیقی و لهو و لعب و اینگونه است احوال همه کسایی که تابع هوای نفس خود شدن و الله متعال رو فراموش کردن و غافل شدن ازش. الله متعال می‌فرمایند آیا دیده‌ای کسی را که هوای نفس خود را معبود خود کرده؟ پناه بر خدا. حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم که قدم به قدم به اسلام نزدیک و نزدیکتر شدم. برادر رحیم، از چه زمانی اسلام در قلب شما جوانه زد؟ من یه دوست بسیار صمیمی داشتم که در واقع پسر عمومم بود. آخه ما تا 18 سالگی با هم مثل این دوتا برادر صمیمی بودیم. در طول این مدت همه تعطیلات تابستونی خودمونو با هم میگذروندیم و همیشه هم با هم خوش بودیم. قبل هر تابستون برای گذراندن تعطیلات برنامه ریزی میکردیم. ولی توی یکی از تابستونا اون با من تماس تلفنی گرفت و گفت خیلی خبر بدی دارم. گفتم چیه؟ گفت نمیتونم واسه تعطیلات همراه شما بیام. گفتم واسه چی؟ گفت میخوام برم حج. گفتم خدای من. گفتش میدونم ولی نمیتونم کاری بکنم. بهش گفتم با مادرت صحبت میکنم. با مادرش تماس گرفتم و گفتم خاله جون لطفاً اون رو به حج نفرستینش لطفاً. گفتش نه اون باید بره حج. اون الان 18 سالشه واجبه که بره حج. گفتم نه خواهش میکنم. ما بلیط گرفت. گفت نه. گفت نمیتونم کاری بکنم متاسفم. و اینطوری شد که با اجازهتون با دوست دیگم رفتیم سفر و ایشون هم رفت حج. وقتی از حج برگشت کلاً تغییر کرده بود. کلاً عوض شده بود. ریش گذاشته بود و دیگه با ما نمیگشت و میدونید به جاهایی که خودتون میدونین اصلا نمیرفت و توی جلساتی که مختلط بود نمیرفت و جایی که موسیقی یا اگر رقص و آواز از این چیزا بود اصلا شرکت نمیکرد. دیگه ملتزم شده بود. هر وقت میدیدمش کاملا خوشحال بود و احساس خوشبختی میکرد. برعکس آنچه رحیم احساس میکرد. با اینکه رحیم پول زیادی داشت ولی زندگی سخت و ناخوشایندی رو میگذرون و اینکه الله رحمان خوشبختی و سعادت رو تنها در ثروت و مال زیاد قرار نداده بلکه خوشبختی و خوشحالی رو به بندگان صالح خود عنایت می‌فرماید. وضعیتم داشت تغییر می‌کرد. توی کارام با بعضی از مشکلات مواجه می‌شدم. در روابط دوستانم مشکلاتی پدید اومده بود و احساس درونیم تغییر کرده بود. دیگه با موسیقی احساس آرامش نمی‌کردم. اینو نمیگم که از لحاظ مادی به مشکل برخورده بودیم بلکه کارای موسیقیم به بهترین صورت جلو میرفت. با اینکه از لحاظ مادی هیچ مشکلی نداشتیم ولی احساس خوشبختی نمی‌کردم. یعنی تو قلبم احساس پوچی و ناامیدی می‌کردم. به جایی رسیدم که احساس می‌کردم دارم دیوونه میشم. بیشتر اوقات خونه بودم و نزدیک بود که دیوونه بشم. یادم میاد که در مورد الله فکر می‌کردم. در مورد بستن عهد و پیمان با اون فکر می‌کردم. در این دوران به گناه‌های زیادی که انجام داده بودم زیادی فکر می‌کردم. به یاد دارم که خطاب به الله گفتم که اگه منو از این منجلابی که توی اون افتادم نجات بدی تا 3 هفته از همه گناهام دست می‌کشم. این پیمانی بود که با خدا بستم و اون روز با خودم گفتم که قرآنو باز می‌کنم و می‌خونم. وقتی قرآنو باز کردم و شروع به خوندنش کردم گویا معجزه‌ای رخ داد. معنیش این بود که بعد از هر سختی آسانی خواهد آمد. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. و این واسه من یه معجزه بود. چون خیلی ناامید بودم و نمیدونستم کجا باید برم. نمیدونستم کجا فرار کنم. احساس میکردم دیوونه شدم. آخرین فکری که به ذهنم رسید دین بود. اون وقت دین رو نمیخواستم چون دنیا رو نمیخواستم از دست بدم. ولی مثل اینکه این آیه فقط برای من نوشته شده بود، نه کس دیگه ای، فقط برای من. اون موقع در مورد الله و این که پروردگارم کیه چیزی نمیدونستم ولی این قرآن و این کتاب چیزی به من گفت که در اون موقع واقعا بهش نیاز داشتم. همون چیزی بود که میخواستم بشنوم. مثل یه تلنگر بود. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. الله متعال در این آیه چه زیبا می‌فرماید فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا.
واژه عسر به معنی سختی در هر دو آیه با الف و لام آمده و معرفه است، در حالی که واژه یسر به معنی آسانی در هر دو آیه نکره است. با این بیان با هر یک دشواری دو آسانی خواهد بود. پس بشارت دهید به کسانی که گرفتار مشکلاتی هستند به گشایشی از طرف الله. با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإله. كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. تصمیم مسلمان شدن واسه رحیم آسان نبود، برای اینکه از نظر مادی در رفاه کامل به سر می‌برد و هر آنچه آرزو کرده بود بهش دست یافته بود. وقتی موسیقی رو رها کردم، همکارام و اطرافیانم ازم پرسیدن که چرا؟ آخه در اون موقع من اوج موفقیتم بود. واسم دوران سختی بود، چون در واقع اولین سالی بود که می‌خواستم اولین نمازمو بخونم و شروع به روزه گرفتن کنم. می‌خواستم شروع کنم و درباره اسلام مطالعه کنم. خیلی دوران سختی بود. نمیدونستم قراره چه اتفاقی برام بیفته. بزرگترین چالش و مشکلی که رحیم با اون مواجه شد در ابتدا این بود که مادرش نمیپذیرفت که اون مسلمون بشه، چون مادرش همه کسانی رو که به دنبال ادیان بودن رو منافق میدونست. به خصوص مسلمونا فکرشو بکنید، 17 سال تمام اون نتونسته بود یک کلمه از اسلام به مادرش بگه. وقتی مادرم فهمید سرطان داره و بدخیمم هست و فقط تا 3 هفته دیگه زنده است، برای اولین بار قلبش یکم به طرف اسلام متمایل شده بود. به الله قسم که این حرفایی که میخوام بگم عادی نبود، چون به تدریج و گام به گام اتفاق میافتاد. یه روز مادرم منو صدا زد، دقیقاً روزی که خیلی به مرگ نزدیک شده بود. منو صدا زد و به هم گفتش که نگاه کن، من نمیخوام دفن بشم، میخوام جسدمو بسوزونی. گفتم مشکلی نیست، باشه، ولی اگه من تو رو نسوزونم چه کسی این کارو میکنه؟ مادرم یکم درنگ کرد و گفت خب به جاش چی کار کنیم؟ گفتم بهتره وقتی که وفات کردی من و فرزندات که تو رو دوست داریم جسدتو حمل کنیم و کسی جز بچه ها تو رو نمیبینه. تو رو به جایی میبریم که اونجا دختر تو عروست غسلت میدن و با پارچه سفید ساده جسدتو میپوشونن و غریبه ای هم تو رو نمیبینه. هیچ کس تو رو نمیبینه و توی همون روز زیر خاک دفن میشی، بدون تابوت، بدون شکل، با تمام سادگی. مادرم بهم گفت من همینو میخوام. ولی الان مشکل اینه که مادرم مسلمون نیست. تلفنی به خواهر برادرم گفتم مادر میخواد به شیوه اسلامی دفنش کنیم. با مهربونی و نرمی کم کم مادرمو به سوی اسلام دعوت میدادم. بهش میگفتم که اگه این جهان آفریدگاری داره، ممکنه پیام آورانه هم فرستاده باشه، ممکنه الله کسایی و واسه راهنمایی و رهبری ما فرستاده باشه. تو یکی از اون روزا گفت باره معتقدم. شیخ فهد، من تو یه لحظه احساس خوشحالی کردم. خوشحال بودم اون به الله ایمان آورده و پیامبرانو تصدیق کرده. گفتم انشالله عذرش پذیرفته میشه و میتونم واسش دعا کنم، انشالله اونو مثل یه مسلمان دفن میکنیم. ولی فرزندم که 14 سالش بود بهم گفتش که این کافی نیست. گفت این کافی نیست. اون گفت باید شهادتین رو به زبون بیاره. ترسیدم. با خودم گفتم که اگه اصرار بهش بکنیم که شهادتین بگه، با اصرار ما اون ممکنه که بگه نه، ممکنه که انکار کنه. دوباره با مشکل مواجه میشیم. پسرم گفت ناراحت نباش، جای نگرانی نیست، من با مادر بزرگ حرف میزنم. و رفت بالا به اتاق خوابش. منم 1 ساعت بیرون اتاق بودم، میرفتم و برمیگشتم. خدایا چی میشه؟ آیا قبول میکنه، قبول نمیکنه؟ وقتی اومد گفت بابا خیلی آسون بود، مشکلی نبود، میدونی؟ گفت مادر بزرگ شهادتین رو گفت. گفتم چی؟ دقیقاً به عربی؟ گفت آره دقیقاً به عربی و بدون هیچ مشکلی، که 2-3 روز بعدش وفات کرد. الله اکبر. الحمدلله.
سبحان الله. حقیقتا الله هر کی را که بخواهد هدایت میکند. عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. هیچ برنامه‌ای نداشتم که حتما توی اون سال برم حج، واسه اینکه بعد مرگ مادرم و بیماری که داشت مشکلاتی داشتم که باید حل میشد. در این موقعیت از طرف تلویزیون اسلام چنل تماس گرفتن و از من خواستن که برم حج. گفتم امسال نمیتونم، مشغولیت زیادی با خانواده‌ام دارم که خب نمیتونم برم. در لحظه آخر فقط چند روز مونده به حج گفتن که برنامه‌هایی داریم و امسال به شما برای ارائه برنامه‌ها نیاز داریم. گفتم باشه، پس امسال واسه مادرم حج میکنم حتما. بنابراین کمتر از 3 ماه بعد از وفاتش تونستم به جای مادرم حج برم و بسیاری از مردم میلیون‌ها در حجش باهاش همراه شدن و الحمدلله اون در ماه رمضان وفات یافته بود. و در اون موقع برنامه تلویزیونی ارائه کردم. تماسای زیادی از سراسر دنیا داشتم که به اسم مادرم صدقه دادن و بعضی از مردم به اسم اون مسجد ساختن و یتیم‌های زیادی به نام اون تحت کفالت قرار گرفتن و اون موقع فهمیدم که خداوند چقدر بزرگه. اون موقع فهمیدم که خداوند خیلی رحمان و بخشنده است. اون موقع بود که گفتم سبحان رحیم از اونجا که قرآن رو خیلی دوست داشت، همه روزه سعی میکرد قرآن رو بخونه و یا به قرآن گوش کنه. اون عجیب با تدبر در قرآن میپردازه و قرآن رو بسیار زیبا تلاوت میکنه. شیخ سعدالغامدی اولین کسی بود که من تلاوتش رو شنیدم و با دقت فکر میکردم و دوستش داشتم. سبحان الله، خیلی زیبا بود. جزء آخر قرآن رو همیشه میخواستم هی بشنوم، دوباره تکرارش میکردم و تلاوت سوره فجر واقعا زیبا بود. به محض اینکه آیات سوره فجر به گوشم خورد واسم خیلی قشنگ و زیبا بود، مخصوصا قسمت آخر که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و اولین باری که شنیدم سعدالغامدی این قسمت رو تلاوت کرد واسم خیلی زیبا بود. اون موقع اصلا معنیشم نمیدونستم، فقط زیبایی تلاوت منو جذب کرده بود. وقتی شروع به خوندن کردم و معنیشو فهمیدم، از همه طرف منو احاطه کرد و دیگه همیشه به یه چیز فکر میکردم، به یه چیز که اگه این ندا رو الله بگه من چی دارم که بگم. الله صداشو واسه ما بالا میبره و این کلماتو میگه داخل شید بندگانم. بنابراین این آیات به دلم میشینه. این آیات به دلم میشینه و خیلی دوستش دارم، واسه اینکه آرزو دارم این کلمات رو از الله بشنوم، بچه هامو پدر و مادرم هم بشنون انشالله. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصيت. آخرین کلمات سوره مبارکه فجر توی قلبم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. رحیم اخیراً در تلویزیونی مشغول به کاره و تلاش میکنه از طریق رسانه‌های موجود و وسایل ارتباط جمعی نقشی در دعوت دیگران به اسلام داشته باشه. رحیم همکنون مجری برنامه معروفی در تلویزیون اسلام چنله که ما هم به اتفاق همکارانمون از اونجا دیدن کردیم. شیخ ممنونم، به خاطر این دیدار بسیار زیبا و مؤثر متشکرم. در پایان دیدارمون میخوام بدونم رحیم چه آرزویی داره؟ برادرمون رحیم چه آرزویی داره بعد از این دیدار بسیار بیار موندنی؟ سبحان الله. میدونی
کاری که کردم خداوند درش برکت داده. فرصت کاری برام توی خیلی از کارام فراهم کرده. بهترین هدیه الله به من رفتن به سفر حج بود که یه سری برنامه با عنوان گام‌های سیدنا ابراهیم تهیه کردیم که به سبب اون موفق شدیم همه اماکن متبرکه رو از نزدیک ببینیم. از جمله وارد شدن به مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، دیدن چاپخونه بزرگ قرآن، زیارت مسجد الحرام در مکه و همه این جاها. الله بهمون توفیق داد که کل برنامه‌ها رو به میلیون‌ها مسلمان در همه دنیا تقدیم کنیم. الحمدلله بازتاب خوبی داشت. البته به زبان انگلیسی بود که امیدوارم انشالله اونو به زبان‌های دیگه هم ترجمه کنم. باذن الله. ما سایتی داریم به نام قرآن که تخصصش در قرائت هاست. تلاش میکنیم که این برنامه رو ترجمه کنه و همواره همراه شما هستیم در راه دعوت به الله. الله بهتون برکت بده. برادر رحیم متشکرم. الله بهتون خدا خیرتون بده. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني